Pemerintah Iran kembali mengungkap adanya aktivitas mata-mata asing di dalam wilayahnya. Pada Rabu, 25 Juni 2025, otoritas keamanan Iran mengumumkan penangkapan sejumlah agen Mossad di Teheran. Dalam sebuah rekaman yang dirilis lewat Telegram, tampak jelas beberapa orang ditahan dengan pakaian khas tahanan, sementara berbagai jenis senjata rakitan ditemukan bersama mereka. Iran menduga bahwa jaringan intelijen ini tengah merencanakan serangan ke sejumlah target strategis di dalam negeri. خواهش میکنم بذارید براتون بجنگم. جوابشو ندادن. باز دوباره رفته پیام داده و پیام‌های بعدی که دیگه اونها جواب دادن و همکاری شروع شده. درسته اینا پیام‌های شماست دیگه؟ بله. وظیفه بنده جاسوس بودم. یعنی چیکار می‌کردی؟ براشون فیلم می‌فرستادم. موتور سوارشون بوده. خب چطوری آشنا شدی با اینا؟ از طریق همین موتور سواری. اصلا فکرشو نمی‌کردم که میتونه اینقدر این کار اشتباه باشه. خب خودت هم میدونستی آگاهانه رفتی سراغ این کار. نمیدونستم اینجوری میشه. تحت تاثیر جو قرار گرفتم. ابعاد دقیق تعداد اقدامات خرابکارانه و شناسایی افراد دیگر همچنان ادامه دارد. قدیر نظری، خبرگزاری